سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو از هاردکور. انگاری باید بخوابیم. خوابیدن کار خوبیه. بخوابیم، دلتون میخواد بخوابیم. از این داخل این ویلیج خیلی مسخره بودیم، هیچی بهمونم نرسید. یه لحظه باشیم ببینم بچه ها حل بریم، یعنی بازم بریم بالا. ویلیج دیگه، ویلیج عجیبیه، ویلیج خیلی مسخره‌ایه. تو من ویلیج این همه اما کوچیکی نیده بودم. تجربه خوب، ترجمه خوب. دوباره پشما، من که تو رو هیچ کار نکردم. ای وای وای وای، مردم بچه. هاردکورده چی بخورم؟ که نمیمیریم تمام میشی؟ اوکی. چجوری نمردم؟ یا خدا، تو نیمجون دمیج خوردم. بالا هم ویلیجه. اوی سکته کردم. وای ماکت 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 ماکت. همون ویلیج چرا نمیتونیم با شما ترید کنیم؟ به هاردکور بودن که ربطی نداره. بالا بالا بالاها آتیش هست. آخ دادا، خیلی ویلیج خوبیه بچه. حرفم پس میگم خیلی هم بزرگه، واقعا شوخی هم نمی. خدا دایموند رو بده دیگه. خدا نمیخوام. خدا این چه زندگیه؟ برا این داگه چیز ایران جولام مهربان. واقعا ها دیگه چی دارم؟ هی خدا، بعد زندگی اینطوری باید کلی تلاش کنم. بمیر خدایا 7 تا بده. من یه جا شنیده بودم 7 تا داده بود به یه نفر. چند تا داد؟ 3 تا؟ نه 3 تا نده. حالا دمش هم گرم، همین که آیرون داد نوکرش هم هستیم. اوه چرا این همه بزرگی پشمام؟ بابا چرا 2 تا در میده؟ آقا چه مشکل داری؟ بچه من یه چیزی میگم، نخندی بهم. اولین بار توی سوروایول دایموند پیدا کرده بودم قبلا چند بار، اما به دست پشمام مگه داریم؟ وای باور نمیکنم یه مشکل شما. خدایا
دوست دارم. بهترین ویلیج عمرم. و این بهترین ویلیجه. وای چرا من این همه بس خیلی بزرگ. شوخی ندارم به خدا خیلی بزرگ. وات مگه از این بزرگتر داری؟ دور زدم بیسکا میگرفتی؟ چه خبره؟ مگه داری؟ مگه میشه؟ من که ندیدم از این ویلیجو. پشمام 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 عشق. هر خونه موقع باید یه چیز داشته باشه. جالبه. خوشم میاد. عاشق از این. بابا تو قبلی شبیه این چیز بودا. نباید چیز داشتی. میدونم قبول دارم بچه من پررو شدم. اینجا قبرستونه. قبرستونه. بریم یه پیککس دایمندی درست کنیم. پیش به سوی دراگون. اما فکر نکنم بیا بچه اولین باره ها. تو خدا اذیتم نکنی نخندی دیگه. چیکار کنم اولین بارمه. شخصا ببین که تکراری نیستی. خونه تکراری نیست و چست داره. بدون چست به هیچ دردم نمیخوره. باش مدلیه اینجا الان بیرون. آها دوی پشم خدا وکیلی خیلی خوبه. بشو من اینو بر نمیخوره. نه بشون دوی خیلی خوش جاست. بعد سوز پولدار شدم. پولدار دایمند. بابا این هارد کردم شده بهترین مپم. وای دادا یا خدا. باید جونم پرشه بعد کارامو انجام بدم. حالا ما کارامون انجام بدیم جونمونم پر میشه. الاف نشینیم همینطوری نگاه. شما رو که گشتیم. شما رو هم که گشتیم. هیچی نمون. حالا یه چند تا دایمندم بدی بد نیست. حالا بده دیگه. بعد ضرر نمی کنی. یا خداوند شانس. چرا این همه خوش شانسم؟ پشمام. به چه چرت و پرتی هست؟ اینو میزنم اینجا. بذار اینو بردارم. حالا درست. حالا حل. یه کلاه هم البته میتونیم درستش کنیم. ببینیم تمام شدی؟ بالا نداری؟ داری؟ پشمان داره. داری؟ گرخیدم. سقف بلند داری. سقف داری 10 متر. خونه 2 متر. شما رو هم که ایشالله نیدم. پشمان. البته نه دیگه این پشمان بازی در نیاریم. 12 تا امرال مفتکی جمع کردیم.
برا همیشه بخوابم. عالی بهترین ویدیو عمرم. والله کاری ندارم. دیگه بازم هم داری دیگه شماره ها رو که دیگه دیدم بکنم. این طرف ها که خیلی ویلیج خوبی بودی. بس ادا بازی بس. میام اینجا یه دونه میارم اینجا یه دونه میام اینجا. اولین کادنگ دایموندی. دوره از دستان سخور میخوری. با دایموندی هیچ استفاده نمی کنیم. فقط وقتی که آیرون نه دایموند پیدا کردیم از اون استفاده میکنیم. و یا هم ندرایت که فکر نکنم بتونم به این ویدیو پیدا کنم. هنوز یارد کرد. این چیه؟ گشتم؟ کم نگشتم. گشتم کم همین الان گشتم. بله بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله هم فراموش نشه. و تا هاردکور و ویدیوهای دیگر فعلا خداحافظ.